کلاچ موتور سفته، بیا یه طرف من بهت یاد بدم کلاچ موتورتو نرم کنه، از هیدرولیک هم نرم‌تر. تا آخر با من باش. اگه شما هم مثل من کتی کلاچتو بریدی یا کوتاه انداختی که بخوای 2 انگشتی کلاچ بگیری، این ویدیو رو تا آخر نگاه کن. این خودش باعث میشه چون کوتاهه اعمال نیرو درست انجام نشه و کلاچت سفت به نظر بیاد. هر کاری کنی هم نمیشه. برای این کار اول سیم کلاچ کهنه رو از تو پوسته در بیار، داخل پوسته رو با اسپری انژکتور قشنگ بشور تا همه زنگ زدگی و برادش خارج بشه. بعد اسپری EW40 بزن که چرب بشه. یه سیم کلاچ نو بنداز. این ریگلاژا هم کلا شلش کن که بعداً بتونی سفتش کنی. و حالا میریم قسمت اصلی تا بهت بگم چیکار کنی. اصل کار اینجاست. یه قفل زنجیر 525 اورینگ دار، یه ماسوره چرخ خیاطی. قانون فیزیک خیلی ساده. قفل زنجیر رو تو پای کلاچ جا میزنی، از اون طرفش هم اورینگ اولو میذاری، ماسوره رو میذاری، اورینگ دوم هم میذاری، قفل زنجیر رو تو جا میزنی، سیم کلاچ رو از تو ماسوره رد میکنی، از این طرف هم رد میکنی از لای پوسته و یه سیمگیر بهش وصل میکنی که اونجا قفل بشه. این قانون فیزیک قرقره باعث میشه که اعمال نیرود نصف بشه. اصلا انگار کلاچ نداری. من امتحان کردم، نرم یه چرخم میخوره، دنده هم راحت عوض میشه. ببین خیلی ساده. تازه میتونی از بالا که الان بهت نشون میدم، از این بالا هم ریگلاژش کنی. از اینجا میتونی قشنگ ریگلاژ کنی، شل سفتش کنی. این ویدیو رو بفرست واسه دوستت، حتما به کارشون میاد. کلاچ موتورشون رو نرم کنن.